وقت بخیر. خوبه که در این هوای زیبای بهاری تخصص بیماری‌های دهان رو هم خدمتتون معرفی بیشتری بکنم. متخصصین بیماری‌های دهان دندانپزشکانی هستند که در حوزه بیماری‌های مخاط دهان و منیجمنت و کنترل بیماری‌های سیستمیک و خدمات دندانپزشکی به این بیماران آموزش دیدن. اونها قادر هستند ضایعات مخاط دهان رو شناسایی کرده و تشخیص درستی رو برای اون قائل بشن و درمان مناسب رو هم ارائه بدن. همچنین بیماری هایی که ممکنه تداخلاتی در حوزه کار دندانپزشکی ایجاد بکنه، مثل بیماران مبتلا به شرایط قلبی، عروقی، بیماران دیابتیک و بیماران درگیر، میتونن که با مشورت با متخصصین